در دین یک لباس مشخص نیست که یک نفر یک لباس مشخص را باید به تن بکند، ولی کوشش بکنیم که لباسایی که به تن میکنیم عورت ما را باید بپوشاند و چقدر که آزاد بوده باشه و چقدر که عورت بپوشانه بهترتر است. ولی به این معنا نیست که کسی که دریشه بپوشه و نماز بخونه باز نمازش نمیشه، بلکه تلاش باید بکنیم که در خذوا زینتکم عند کل صلات بهترین لباس خود را باید در وقت نماز بپوشیم که بابروتر و زیباتر و مقبولتر باشد. بنان خواندن نماز در دریشه نماز را به معنای فاسد نمی کنند، ولی تلاش باید بکنیم که لباس خوبتر و زیباتر و آزادتر را با تن داشته باشیم، بهترتر است.